بچه چیزی خوش اومدید به این ویدیو جدید است. و بچه تو این ویدیو اومدم بهتون آموزش بدم که چجوری وارد بخش تمرینی FC بشید. بزنید که برید. خب بچه کافیه وارد بخش لین تو پلی بشید، وارد بخش 4 بشید و شما باید اول وارد بخش اسکنار یوز بشید. به من گوش بدید. دو تا رنگ داره اون دایره آبی و زرد. با زدن دکمه مربع اد میشن. با زدن دکمه ضرب در میتونید جایگذاری کنید که کجا بزنید و دکمه وسط هم که بزنید میتونید بازی رو شروع کنید. خب بچه ها شما با وارد شدن به بخش دوم فیزیکی میتونید تمرین کاشته زدن کنید که با زدن ضرب در هم شروع میشه. بخش سوم پرکتیس مچ، شما میتونید فوتبال بازی کنید، یعنی تمرین باحالیه و با این مثل با رفتن به این قسمت پرکتیس دیفیکالتی رو با درست کنم. میتونید بگید که آقا چجوری باشه، آماتور باشه، سمی پرونه پروفشنال باشه، ورد کلاس باشه، لژندری باشه. میتونید سختش رو بزنید. با وارد شدن به بخش سلکت سایت شما میتونید دستت رو ستینگش رو درست کنید. با این دوتا بخشی که آخرش حفظ دارم بهتون نشون میده مثلا پاورشوت چجوریه زدنش، آموزش ها داره و بخش آخرم که دیگه خارج میشید از بازی. خب بچه ها ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوهای بعد بدرود.